مملکتی وزارتخانه نوشته همه وزرا از امریکا. خب یک سن از ما خب بدید فرهنگ دست ما خودمون اداره، ما یک کسی را وزیر فرهنگ میکنیم و اداره میکنیم. اگر از شما بهتر اداره نکردیم بعد از 10-15 سال ما رو بیرون کنیم. با یه مدتی دست ما بدید، فرهنگ را دست ما بدید، وزیر فرهنگ را از ما قرار بدید، یه مدتی هم مهلت بدید که ما کار را درست انجام بدید. بذارید تعیین کنیم ما یه نفر را رئیس فرهنگش کنیم، یه نفر را وزیر اوقافش بکنیم. اوقاف را آن وقت ببینید که اینطوری که الان دارن لوتی خور میشه نخواهد شد، تمام منافع رو به خود خواهد دست ما بدید تا ببینید که خواهد اون وقت ببینید که ما با همین اوقاف این فقرا را غنی میکنیم. با همین اوقاف ما فقرا را غنی. اون وقت ببینید که دیگر یه تغییر باقی نمونه. ما یه وزارتخانه دست ما بدید، یه چند ساعت از این رادیو که دارد موسیقی و بچه های ما را دارد شاد میدن به فساد اخلاق، این 2-3 ساعت کم دست ما بدید.